خب اینجا دستگاه با موفقیت اد شد و میتونیم الان یه سری تنظیمات وارد دستگاه کنیم و بعد آموزش کار کردن با نرم افزار رو براتون بذارم. فقط اینجا حتما باید چراغ کنار اسم خودروتون سبز باشه. اگر سبز نباشه حالت دیگهش توصیه. توصیه به منظور اینه که حالا سیم کارتتون یا دیتاش یا اینترنتش یا خود خط یه مشکلی هست که معمولاً باید حتما دفعه اول زیر سقف نباشه، توی فضای آزاد باشه و سیم کارتتون شارژ داشته باشه و استفاده از حالت اینترنتش رو قسمت آزاد باشه، یعنی از شارژ سیم کارت مصرف کنه بابت اینترنت. اگرم اینجوری نبود که میتونید شما برای سیم کارتتون یه دونه بسته اینترنت بگیرید. خب میریم واسه تنظیمات. رو اسم خودروتون که بزنید 4 تا گزینه باز میشه. گزینه تنظیمات، بازپخش، کنترل و منطقه امن. فعلا به گزینه‌های جز کنترل کار ندارم. من تو کنترل قراره یه سری تنظیمات وارد کنم، بهتون اینو میگم. این قسمت که وارد میشید کنترل نوشته لطفاً انتخاب کنید. میزنم. چند تا گزینه اینجا داریم، ما تک تک اینا رو وارد میکنیم و معمولا نیازی نیست که دوباره تغییر کنه. اگر نیاز بود که حالا دوباره میتونید به اینجا رجوع کنید و تغییر بدید. گزینه اولمون اینجا شماره‌های استراری. شماره استراری شما 3 تا شماره میتونید وارد کنید. این شماره ها چند تا قابلیت دارن. یک، هر شماره‌ای که اینجا وارد شه میتونه شنود رو انجام بده، به این صورت که مثلا من اینجا شماره اول شماره ادمین حالا صاحب دستگاه رو وارد میکنیم. میتونید شماره دوم یا سوم هم وارد کنید. حتما نیازی 3 تا وارد بشه، یه دونه وارد بشه کافیه. ارسال میزنم. اینجا یه پیغام برای ما میاد که شماره ما ثبت شده. فقط اینو تو حضور ذهن داشته باشید، این شماره فقط میتونه شنود دستگاه رو انجام بده، چون دستگاه ما زنوتیک 3 مدل دستگاه داره. دستگاه GT06، دستگاه X3 و موپلاس که مخصوص موتوره حالا قابلیت شنود نداره، اما 2 مدل دیگه شنود داره. چه شمارهایی میتونن شنود کنن؟ شمارهایی که تو قسمت اضطراری وارد بشه. اگر این شماره‌ای که ما الان اینجا وارد کردیم به سیم کارت داخل دستگاه زنگ بزنه، حدوداً 2 تا بوق میخوره و بعد وصل میشه و صدای توی ماشین رو شما میتونید بشنوید. حالا جدا از بحث شنودم، اگه قرار باشه اعلانی از طریق SMS یا تماس از طریق دستگاه بیاد، با این شماره تماس میگیره از طریق سیم کارت داخل ماشین. گزینه بعدیمون هشدار سرعت غیر مجاز. شما میتونید یه سرعت برای وسیلتون مشخص کنید که اگر بیشتر از اون سرعت رفت به شما خبر بده. زمان ارسال اون نوتیفیکیشن یا اعلانو شما باید اینجا مشخص کنید که معمولا حداقل میذاریم، خودش گفته بین 5 تا 600 ثانیه و 5 میذاریم. میزان سرعت، اون سرعت که میخواید اگه بالاتر از اون رفت بهتون بگه، مثلا ما میذاریم 120 تا. این پایین یه ارسال از طریق داریم، یعنی که چه جوری به شما اعلام کنه. ارسال از طریق سایت یعنی نوتیفیکیشن بیاد توی برنامه‌تون. ارسال از طریق سایت و پیامک یعنی علاوه بر نوتیفیکیشن یه SMS هم بیاد. من میذارم رو حالت دوم. این دل بخواه، شما میتونید فقط بذارید نوتیفیکیشن واسه. خب این قسمت انجام شد. گزینه بعدیمون هشدار لرزش. اگه وسیلتون یه سری ضربه‌های شدیدی وارد بشه بهش بعد اینکه شما حالا خاموش کردید و رفتید و یه سری ضربه بهش وارد بشه بهتون اعلام میکنه. اینجا تیکو روی فعال بذاریم. ارسال از طریق باز دوباره سایت داره، سایت و پیامک و گزینه تماس تلفنی هم اینجا اضافه شده. گزینه آخرمون میشه سایت، تماس و پیامک، یعنی هم نوتیفیکیشن بیاد، هم SMS بهتون بده و هم باتون تماس بگیره. به چه شماره SMS رو میده و تماس میگیره؟ اون شماره که تو شماره‌های اضطراری وارد شد. من ارسال میزنم. خب این قسمت هم انجام شد. فقط اینو تو مد نظر داشته باشید، برای غیر فعال کردن همینجا میتونید که غیر فعال بذارید، ارسال بزنید یا چک کردن وضعیت ببینید اصلا فعال هست این سیستمتون یا نه. یه زمانی دوباره برمیگردید به این قسمت تنظیمات نمیدونید فعال یا نه. بله الان میبینید هشدار لرزش، وضعیتش هم فعال. هشدار جابجایی گزینه بعدیمونه. تو این قسمت اگر ماشین یا وسیله شما به هر دلیلی بدون باز شدن سویچ لوکیشنش تغییر کنه، حالا میتونه موتور باشه بندازنش پشت وانت ببرن، نمیدونم ماشین باشه با یدک کش یا کفی ببرن، همه اینا
برمیگرده به این هشدار جابجایی. لوکیشن وسیله شما تغییر میکنه بدون روشن شدن. این آلارم مخصوص این قسمته. میزان جابجایی شما مشخص کنید، یعنی از چه شعاعی خارج شد بهتون اعلام کنه که شما میتونید بین 100 تا 1000 انتخاب کنید. من 500,000. ارسال از طریق دوباره همونجوری انتخاب میکنین. من این قسمت رو مثلا میذارم فقط برام نوتیفیکیشن. خب این قسمت هم فعال شد. دوباره برای غیر فعال کردن میتونید تیکو اینجا بذارید، ارسال بزنید، غیر فعالش کنید. من مثلا برای امتحان میخوام غیر فعال کنم، دوباره غیر فعال شد این قسمت. گزینه بعدیمون هشدار قطع برق هست. اگر برق دستگاهتون قطع بشه، باتری رو بدزدن، در کل برق از سیستم سیمکشی جی پی اس تون قطع بشه بهتون اعلام کنید. این جزء هشدارهای خیلی مهمه، حتما فعال کنید. 2 زمان براتون مشخص کنید. بهتر زماناتون رو هر 2 رو 5 بذارید، چون زمان استارت زدن یه کاهش ولتاژ دارید، یه وقت باگ نخوره دستگاهتون که فکر کنه برق قطع شده. 2 رو 5 بذارید. استارت از طریق این خیلی هم مهمه، بذارید حتما باتون تماس بگیره و پیامک بده. خب این قسمت هم تایید شد. گزینه بعدی اون هشدار شارژ باتریه. باتری داخلی دستگاهتون به این قسمت مربوط میشه که براش هشدار بیاد یا نه. یه زمانی شما برق دستگاهتون قطع میشه و از باتری داخلی استفاده میکنه. اگر باتری داخلیتون ولتاژ اونم از یه حدی پایین تر اومد، بهتون اعلام میکنه که دیگه دستگاه داره خاموش میشه. اینم میذارم از طریق سایت و پیامک ما اعلام کنه. شما حتما باید بعد خرید دستگاه، حالا یا خودتون یا نصاب، این قسمت رو براتون انجام بده که دستگاهتون یه جدا از اون ردیابی کارایی بیشتری هم داشته باشه. این قسمت هم تایید شد. گزینه بعدی قطع و وصل برق خودروه. شما اگر دستگاهتون واسه شون قطع کنش رو نصب کنم که بتونی از راه دور خاموش کنید، مربوط به این قسمت میشه. شما از این قسمت میتونید وسیلتون رو خاموش کنید و بعد از خاموش شدن، چون دیگه روشن نمیشه، اجازه بدید که دوباره دسترسی داشته باشن و بتونن روشن کنن. اگر شما تو این قسمت تیک روی فعال باشه، رمزتون رو اینجا وارد کنید و ارسال بزنید، وسیلتون خاموش میشه. اگرم با این قسمت شما دستگاه رو فعال کردید و وسیله خودتون خاموش کردید، به هیچ عنوان روشن نمیشه تا زمانی که دوباره تیکو بذارید رو غیر فعال، رمزتون رو بزنید و ارسال کنید. یه زمانی هم هست نمیدونید آخرین بار فعال بوده یا غیر فعال کردید، این قسمت رو چک کردن وضعیت بزنید، بهتون میگه که بعد وسیلتون وصله یا نه. برق خودرو وصله، یعنی شما از این قسمت وسیلتون رو خاموش نکردید. تغییر منطقه زمانی نیاز نیست، توی همون زمان نصب خودش فعال میشه. دستورات سفارشی هم نیازی ندارید. یه هشدار ACC اینجا داریم. این هم جزو هشدارها و علائم مهم دستگاه برای باز شدن سویچ، یعنی زمانی که سویچ وصله شما باز میشه یا اصطلاحاً روشن میشه وصله شما، به شما یه آلارم میده. تیکو میذاریم روی فعال، زمانمون حداقل همون 5 انتخاب میکنیم. ارسال از طریق اینجا 2 مدل ارسال داریم، یکی سایت و سایت و پیامک. اگر سایت بذارید فقط نوتیفیکیشن میاد، سایت و پیامک بذارید علاوه بر نوتیفیکیشن SMS هم میاد. این چون چیز مهمیه میتونید بذارید تو قسمت سایت و پیامک که علاوه بر اون نوتیفیکیشن SMS بیاد، چون SMS به اینترنت هیچ ربطی نداره. اگر اینترنت ضعیف باشه، قوی باشه، SMS بی برو برگرد باید سر اون 5 ثانیه خودش بیاد. اینم بازم دل بخواید میتونید سایت یا پیامک ترجمهش بدید. عملیات اینجا انجام شد. این از تنظیمات کلی دستگاهتون. فقط اینو بازم مد نظر داشته باشید، دستگاهی که الان ما اد کردیم دستگاه زنوتیک مدل GT36. دستگاه موپلاس زنوتیک دقیقاً عین همینه، فقط تفاوتی که هستش دستگاه X3 هستش که این قسمت اعلانات که ما داریم وارد می‌کنیم، کنترل، این آخر یه هشدار باز شدن درب هم دارید، چون اون دستگاه یه آپشن اضافه برای سنسور درب داره. دقیقاً مثل همینجا شما میتونید اونم فعال کنید که با باز شدن درب براتون یه آلارمی بیاد.